نیم بجه شب است. تو باران میباره. کل جای او گرفته. بیدار شدیم از شب بسیار یک ترناک بگویم خراب بگویم خیلی سخت بود. سلام دوستا، با امیدی که خوب و صحتمند و سرحال باشید. خیلی را جای بجای میکنیم دیگه انشاءالله. خدایش مرا صبح اصلا خو نمیبرد که کجا بریم، چی رقمی شود، چی کار کنیم، چی کار نکنیم. بوجا سیره چی میکنی؟ باز در گپ زدن در چرب زبانی هیچ وقت بازی نکنی، هیچ وقت. سلام دوستا، با امیدی که خوب و صحتمند و سرحال باشید. کمپینگ بخیر شروع کنیم. در موتورسیکل امروز فعلا تجهیزات چه میچینم که بخیر بریم آماده شویم دیگه که چیزا رو ببریم همراه خود بریم طرف کمپینگ. و امروز هم دو امید است، عید شما مبارک باشه، ان شاء الله که طاعت و عبادت شما قبول باشه. دیگه میریم بخیر طرف آماده سازی، یکی شروع میکنیم، چیزا رو در بکس میندازیم، کل رو آماده میکنیم، بسته میکنیم. دیگه میریم بخیر فعلا تناستم با دیگه بچه‌ها هسته، یک جا میشیم بخیر، باز میریم ببینیم که کجا میتونیم. بیام اون چیزی که جور کرده بودیم در کمپینگ، و بیام از چیزای کمپینگ است که کم کم میره بخیر در بکس بعد جابجا کنم. که چیزا رو میبینیم، هم چیزایی که در دسترسم بود این میاسته و هم از موتورسیکل است بخیر رو جای بجای میکنیم دیگه انشالله هستیم. بخیر نزدیک لوگر هستیم دیگه باش که پای خوب ما رو بزنیم بخیر برای حتما باید با سبسکرایب کنیم. بخیر دیگه جای کم بابا تر شما با میده که گیزی ها رو ببرید زینا رو بگیرد مایی اینجا رو بخیر انتخاب کنیم پیش اینجا دیگه آمدن کمک پیشتر که ببینیم اگه جای خوبتر باشه
بریم بریم. نه مشکل بیاریم نه اون اونجا میریم، اونجا خوب به نظر من. کجا ها هیچ وقت رو بگیریم کسی نکنه. نه از خودت است. اینجا خوب است. خیلی جای خوب است و خیلی امروز برنامه خراب شد از اینکه در جای بهتر نیفتیم فعلا. دیگه ان شاءالله برنامه بعدیش باز کمکی درست‌تر خوبتر می‌چینیم. همایون تو برو اونجا رو کمک جمع جور کن. این مورا من نفهمیدم که چیه. نه بابا اوه الله کم خدا جیرم جور میکنه تا که خدا او بچه خدا نمیفهم چند کیلو وزن میبرد رسولم. برو نه داره کار محکمه. میشه از این میشه برای کمک بود خدا راحت کن نترس. برو سرم چیزی که اعتبارت نمیای باز میگیره. او بچه میفهمی جنس از چی هست. چطور هم این منظره؟ خیلی خوب شد یا فهیم زنگ بزنیم که از مخانه کراچی رو بگیره نه یک چند داره نه مکمل چه پرتاب بیاره نه دریا رو که کسی کشیدن هم در برو وقتا داره خورا که بود داره دریا پرتاب پرپرکیش که بزنه سایه گم شده تو سعی دیگه ما اینجا نه پردو سایگو اتو نازن نار میبسته دیش حالا خوشی اتو نازن چی پردو حالا دیگه در فرق آسمانش نمیشه آی خار میده اینا یا سهی والیبال لازم ایشی بیشه نه همین ایشی بیشه یا ایشی بیشه دیگه کاملا ها ایشی بیشه اولی اونو داخل ما چشمت همایون تو اونو سعی کن داخل ما چشمت اونو سو ولا Thank you.
چیزا را گرفتیم دیگه. هم تو کم کم پیشروی کردیم بخیر دیگه. ایام روزش رسید خیلی هیجان داشتم. خدایش ما را صبح اصلا خو نمیبرد که کجا بریم، چی رقمی شوه، چی کار کنیم، چی کار نکنیم. ما خیلی هیجان داشتم برای این ویدیو. گفتم همین چیزایی که داریم ما به درد ما میخوره نمیخوره، کدام کارا رو میتونیم امروز بکنیم. و یک چند چیز یاد ما رفته بود و چیزی که برنامه داشتیم اصلا اون برنامه نشد به خاطر که اکثر مشکلات پیش آمد و دوستای ما کم شدن دیگه. نشد که اون که ما میخواستم پیش بره، ولی بازم خیلی خوب بود. یک جای خیلی خوب پیدا کردیم، البته نزدیک قریه خود ماست، ولایت لوگر است، نزدیکای مرکز میشه، مرکز ولایت لوگر. یک جای خیلی سرسبز است پیدا کردیم اینجا که شما ویدیوش دیدین و چیزا رو کم کم نصب کردیم، خیمه را نصب کردیم و غذا را هنوز آماده نکردیم بر شب که هنوز تقریبا 3 بجه است، خیلی وقت است. بخیر رو آماده میکنیم و ایرام که دیدین شما دیگه نمیفهم گازک میگن چی میگن، ایرام بسته کردیم یک جای خیلی خوبش برابر شد بر ما دیگه. ایام از دریاست ولی هواش متاسفانه که خیلی خوب نیست دیگه. خیلی بر از این ویدیو ما هیجان داشتم به خاطر که خیلی زحمت کشیدم، واقعا مصرفم کردم. ما هم ولی هم همایون، همین 3 نفر که در ویدیو میبینین خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از این ویدیو گرفتن، به خاطر از این کمپینگ، شروع کمپینگ، به خاطر بعد از این بخیر باز دیگه جایا میریم کمپینگ 2 نفری داشتم میشیم، 3 نفری داشتم میباشیم، تنهایی کمپینگ داشتم میباشیم. منتظر ویدیوهای ما باشین، ویدیو رو ببینین دیگه. ایام از خیمه است که زدیم، پشت سر خیمه را جور کردیم و باقی دیگه گاز و چیزهای مورد نیاز به خاطر خوراکی دیگه او را میارن بخیر دیگه. میریم بخیر طرف آشپزی و یک چند دقیقه والیبال هم کردیم. خیلی یک جای خوب و دلنشین است. این که دور نزدیک باشه به مرکز یا به شهر و اینا اونقدر مهم نیست، همین که جای سرسبز باشه و یک جای آرام باشه که تو به طبیعت بیایی بندازی، خود یک چند دقیقه خو کنی، به نمایش بگذاری به همراه دوستا. اینمی خودش همه چیز است دیگه. میکل زحمت‌های ما امروز رفع شد با دیدن اینمی صحنه، با جور کردن اینی چیزا که عکس‌ها رو شما می‌بینید خیلی مقبول عکس‌ها آمد و ان شاءالله میهمانا داشته میباشیم. اینمی جای بر میهمانان انتخاب میکنیم، تو جای نمیبریم که ببریم کنر، نورستان، جلال آباد، جایا همین لوگر خود ما خیلی مقبول جایا داره. ان شاءالله میهمانای داشته میباشیم اینجا، همراهش پادکست داشته میباشیم، گپ میزنیم. ان شاءالله رو به پیشروی است. ایام خواستم که در این ویدیو بگیرم یک سبک خیلی متفاوت است که خواستم کمک تغییر بده میشه از اینکه استاد شوی پیش روی کامرا و دمای گپ بزنی. این فکر کنم خیلی بهتر است. یا شما حتما ویدیو رو تعقیب کنین، کمپینگ داشته میباشیم، ویدیوهای مهمان نوازی دوستای ما رو داشته میباشیم، مهمانا از دور نزدیک داشته میباشیم. ان شاء الله کوشش میکنیم که بهترین کیفیت و بهترین کوالیتی رو براتون جور کنیم. شما در ویدیو میبینین ما اکثر چیزا که نشان دادیم ما قدر زیاد مصرف نکردیم که بگیریم دم اول $1000 مصرف کنیم یا مثلا کمتر زیادتر مصرف کنیم که خیلی شیک بیایم. همین چیزایی که داشتیم استفاده کردیم. از می موبایلی که دارم ویدیو میگیرم، همین استند و همین چیزایی که در دسترس بود کوشش کردم که از اینا استفاده کنیم که هر کسی که بخواد در این راه پیش بره، هم چیزایی که داریم ما شما میتونیم خیلی راحت پیش ببریم. این که تو منتظر باشی که من باید برم یک کامره خوب بخرم، یک استند خوب بخرم، یک درون خوب بخرم یا برم یک خیمه خیلی خوب انتخاب کنم، این دیگه خیلی طول میکشه تا تو آماده میشی، دیگه وقت از وقت دیر شده. هم چیزایی که داریم ما شما باید استفاده کنیم و پیش ببریم. ان شاء الله ویدیو رو ببیننده باشین تا آخر، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. فعلا ببینیم بخش آشپزی را و بخش که بچه‌ها میرن سودا میگیرن و آماده میشیم بخیر که شب هم اینجا تیر کنیم. ببینیم شبش هم خیلی اصلا ما شب در بیرون تیر نکردیم، اولین تجربه ما از کمپینگ است و خدای چیز خاص هم نداریم. با اینا ببینیم که میتونیم اصلا شب را بگذرانیم در اینجا یا نه. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. این ویدیو را هم لایک و سابسکرایب کنید. خور میدادم. بچه هم گفتم تا بچه ها بیایه دیگه کم چوب جمع کنم
دیگه بخیر هم سودا و چیزا رو میارن اینا رو جمع میکنیم میبریم برای خود که پسانتر هوا سرد میشه. خب هوا که عالم کم کم سرد شده که آتش در میتیم بخیر اینا رو بسوزانیم. اکثرش کمی خشک کم است یک کمی ترم داره. برو ابوجا کپل کم داشتیم کپل آوردن دیگه نمیفهمیم چی هست. آب هم هست. زنده باشین. تشکر. چرا صحیح جورش نکردین ما میموندین میآوردین با خود بازاب کرده باشه. نه داو چی شد؟ از کجا آوردین؟ آب بود اونجا. یه دیگه شوق بود. دارا بود. یه چیز از ولایت آوردین؟ خچر طول کشید. ولایت میریم پس مغلان رفتیم پس هم آوردیم. مگ نماز بخونم زود که من میال وضو کردم. شاد منم کاردک چند تا نیواز که در زمین من میداش کنی برات تکنولوژی را اون تو میرم کس کار نداره که بیاین من اینجا قابل میکنم خلاص بیاین من جنجال داره سوکش سیره چی میکنی؟ برش فقط بگم اینجا اقتصادی تمام میکشی یارو چی بختا میگنی ولی این باش چی وردی آجی من فقط کچالو میبینم چیزی که نمیبینم. بادرنگ ولی چی میخوایی تو؟ بادرنگ چرا وردی؟ او بچه کل به نال آتش شو بچش نه؟ بیشترم بو آتش حال جسبی من رفتم بر پاروان خریدن خوام پاروان که داخل بشن است چیز پیسهش گرفته بودم دیگه تجیبم بود که ششتیم در دکان که یک ماما آمد چیز میگه سلام انداخت خوب چرب سلام علیکی کرد دیگه شیش گفت مرا شناختی مرا من گفتم مرا نه یادم آمد گفت ما اونو نفر هستیم که مرا دفعه تکه داده بودی خیلی خوب تکه بود فهمیدی این قصه جدیه او چقدر وقت پیش در روزه بود نمیفهمیدم چند روزه بود دیگه مرا که تکه داده بودی من در یادم نمیاد خب حالا شاید داده باشم والا خیلی جنس خوبش بود من خیلی از تشکری کردم باز من گفتم تمام اون خود او میگه دیگه من موقع گفتم من که من چیز رفتم خانه رفتم کنار ما بر تو من عسل میارم گفتم والا اجتب یاد من نیست دیگه من چی دیگه بودم دیگه تو چرب هم گپ میزد خوب صحیح دیگه شیش گفت اونمو وادرک ما داده بودم بر تو که ما بر تو عسل میارم گفت ما به وعده خود وفا کردم عسل بر تو حالا خیلی بودم تو چی قورده یک وقت سعی میکنم که پلاستیک
2 بوتل بود ولی خب 2 بوتل در پلاستیک بود دیگه چیز دیگه ای شروع کرد از اصل گفتن که ما یکی از دوستای ما در کنار چیز داره همین بخش کار اصل میکنه دیگه ما اون روز رفتم پیش از این چانسی گفت دیاد این دیگه گپای زوز خب یک چرب گپ میزنه که خوشت بیاد فهمید یک دفعه در میاد محمد اون والا ما یکی در کابل چیز کردیم ماده کردیم ما برای اصل میکنم خب یاد اومد ما گفتم اون بچه را گفتم کسی کار اصل میکنه که او بچه خوبترین اصل تا چیز کو بر ما 2 کیلو بان که من اینجا نفر آده کردم چیز میبرم برازی در کابل توفه گفتم حالا خیر ما نمیفهم که ما قدر خوبی چی رقمی کرد تو کردم خب من که مال دادم پیسه از پیش تو گرفتم ما خیر قبول میتونم در توفه دیگه خب بالاخره بسر میکنم تو دم یعنی صفت که نمیفهمی اصل دبی میره کیلوی 7000 قیمتش هست و نمیفهمم در افغانستان اصلا یک استفاده نمیکنه به خاطر که سوچه هست و نمیفهم چی خیلی صفت کرده از این خب خلاصه گفتم میره چی رقمی کنم مال ما خب گفتم میره ما قبول نمیتونم گفتم حتما که من مال فروختیم سر تو پیسه گرفتیم دیگه من نمیتونم که بگیرم 2 کیلو اصل حساب کنم در توفه همین رقم از پیش بگیرم گفتم من چیز اگه هزینه شود یک چیز کمتر تا که زور ما بکشه برد پرداختش میکنم که انشالله که تو هم راضی باشی و ما دیگه گفت گفت دل دیگه که تو میخوای پرداخت کنی مشکل است. من گفتم چه خمی آیا گفت کیلو 700 ما گفتم نه ولی ما 700 بعد اون روز پیسه پاور بانک با یک مشکلات در جیب ما بود که اگه اون مصرف شد اینا رو پاور بانک نداشتم همین که روشن است دیگه خلاصه کلام ما گفتم نه والا ما خو نمیتونیم این کاره گفتم اگه خفه نمیشم من میرس پیش قبول نمیتونم دیگه از میگه پای فهمیدم که یک رقم خواست گفتن ایرانه فرو کنه خب می اصلا این چی رقمی بود خدا خیلی صفت کرد نمیفهم دبی میرم نمیفهمم یک قیمتی است چطور چنان من فهمی قبول نمیکنم خیر ببینه زنده باشی این رفت این که رفت دیگه من تو چرتی شیشتم خوبه چه خبر شد ما دیگه تو چرتی شیشتم گفتم یک وقت تو بچه راستی همین توفه خواب باشه خب ولی توفه خواب باشه اما یک نفر که بیل گیتس گفته بود چیز گفته بود تو چه ثروت داری گفته بود چیز کو نیکم تو چیکو این پارت چیزایشو که چی میشه گل میشه اما یک پیسه دار پرس گفته بود خب بیل گیتس نام شد در دنیا خیلی پیسه دار است برو طرف فکر کنم چندم نفره نمیفهم یاد نیزخی او را خبرنگار گفته بود تو چقدر ثروت داری چک سفید برش پیش کرده بود گفته بگی نوشته کن هر چقدر میخوای پیسه نوشته کن خبرنگار من یک سوال کرد پیش میامد سوال کردم که تو چقدر سرمایه داری نه خب این بازم بگی نوشته کن هر چقدر کار داری ما برات میدم چک سفید ما امضاش میکنم بس خلاص نگفت بس بیل گیتس گفتش گفتین یک چانس ما بر تو دادم چانس عزیز دادم من دیگه اینمی چرت رفتم گفتم بچه همین چانس بوده باشه او برای توفه بوده باشه این عزیز دادم دمی این لاوالا چرت زدم میرفتم که ندیدم همسایه دکان منزل اول تو نمیشناسی یک دکتر میگش او هم تو بالا شده می پشت دست از اینمی بوتل اثر بود یا خدا کمی بوتل اثر دیدم خیستم زده کرده کمی رفتم پرسان کردم آجی کجا میبری اصلا باش به دوست من نشان میدمش اونجا دیگه دوستاشم زیاد بودن منزل دو بر از اون نشان میدم که یه چیز است این اصل نفر آورده خیلی سوچه سال بر از اون صفات کرده بود نمیفهمم دبی میره و چطور چنان خب گفتم حال چند گفته برات میگه بر من کیلوی 17 درصد گفته میره گفتم این نفر کی است نشانیاش گفتم گفای نمیره خمس گفتم میره چی رقم میشناسی گفت یک مولوی از کنار حج رفته و چطور و چنان است والا ما گفتم بقدر با سخا بود که اما آمد پیش من بر من توفه ورده بود ما این توفه رو قبول نکردم رفت پیش از او باز بر از او توفه خلاصه گفت نه او اصلا که من قبول نمیکرد این نفر نه گفت خودم بر تو کی آمده گفت تو که میبینی اشتباس این نفر خیلی فهمیده نفر است و این سوچه است در دست کس نخورده و چطور چنانی بر من صفت کرد گفتم خیر ما گفتم من مقدر مسئولیت من میشد که گفتم که این نفر بر ما ورده بود 700 روپیه گفت بر تو ورده 17 روپیه گفت اون مو صفتار که بر تو کرده بود صفتار بر ما کرده گفتم اینا دیگه ما این مقدر مشکل چیزم بود که بر طرف کردم مسئولیتم بود دیگه اینا دیگه باز این نفر رفت شد یک نفر رفت شد دیگه روز از پیش از پرسان کردم اوه سب چی کردی اصلا گفت نه والا از 17 پایین نکرد ورا بر مسا 700 17 گفت از 17 بیخی پایین نکرد
گفت ما هم دیگه دلم نشد اون گپایی را که تو زدی من نگرفتم. حال گپ سر از این آمد در یادم شد که اول خود پول پاوربانک بود جیب من که او را میگفتم پاوربانک نداشتم. تسبیح من داخت که اصلا تو ببینی باورت نمیشه که چی بخواد انسان باشه. سر از اینو آدم هیچ وقت باید بازی نخوره. در هر بخش تو مردم هایی هست که مثلا تعلیم دیدن یا گپای میزد باور کنم این تو میبودی بازی میخوردی میگفتی. یعنی من خودم خیلی درصد احتمال زیادش بود که من بازی بکنم. خود او وقت یک پیسه در پیش ما بود که از پاوربانک بود. دیگه من گفتم این پیسه پاوربانک بودم دیگه خرابی میشه. و فضل خدا باز دیدیم که کلا سرمانه رفت و چیز نشدیم. چی میشه بازی نخوردم دیگه. رفت نفرم پشت کارش رفت و قصه تمام شد. از اینکه باید آدم فکر خدا بگیره که در لباس، در گپ زدن، در چرب زبانی هیچ وقت بازی نکنه. هیچ وقت. به خاطر که انسان هر رقم میتونه که چیز باشه. بیار او چته چرب زبان. اون چیزا بیار که اینجش بانه. تو بمبقروتو برگرد ساعت وقت بشه ساعت خراب شده قرآن. چی خبر آجی؟ نه تمام شد خراب شد. آو رفته نه چی ده؟ باران چطور کچلو شک؟ تو برای من پسکو خیرست. یعنی بخیر یا آماده شد دلمه، مرچ، رومی، لوبیا، سیر، دیگه چی بود؟ اونو زنجفیل؟ زنجفیل. چیز خیلی خوب شد اومده مشتی. بوی خوب. اینم کچلو جوشانک. کچلو جوشانک. اینم نمکا. نمک. نه ای بادرنگ داریم، دلمه داریم، آتش داریم، کمپ داریم. زیراتشی بعد از نان فقط خو. گوشایم هم درد داره خیلی بد. ها؟ نه بعد از این فقط او بچه میکلشی که مینداختیم چقدر خوب بود. باش میدونش بگیریم پاس کنیم یارش کن. دو به شاو مخورم. او را باز کی بخوره ایده باید بخوریم؟ او بچه تخم نشو پر نیچه دماغ. نه باز همون تو میخوریم که مشکاله. باز یا او باز بزن نمیته او تو باز خون بزن. خیلی نزدی کجا. تو بگو ولی ما تو باشه تو دست ما دیگه رقم اگه دیگه وقت نشد صبح کنم میخورم. بله؟ اگه دیگه وقت نشد صبح کنم میخورم. بخیر نان ما آماده شد. دلمه بود، چی بود؟ لوبیا همراه مرچ و مساله و چیزا بود. آماده کردیم خیلی مزه دار آمده. خیلی زحمت کشیدیم سرش. دیگه ساعت هم تقریبا فکر کنم 9 بجه است. 15 کم 9 دیگه نان خوردیم. بخیر این چراغای ماست پاوربانک‌ها دیگه یام نان. ما نان بخوریم با اجازه. دیگه انشالله چای هم ماندیم. یام است. دیگه بعد از او هستیم. قرار کالجی باران میبارید بیدار شدیم و پس آوید چشتیم که چه باران آرام میشه دوباره خواب 12:30 بجه شب است که باران میباره. خیلی جای او گرفته. دیگه ما باید
6 دقیقه که هیچ وقت خورد میشه. یک تا گلاس در اینجا داریم. یکم اصلا در اینجا خیلی تیز باران میبارد. در زمین بجه شب است دیگه. اینجا زمین تر شده، این طرف تر است دیگه. ببینیم که تا صبح چی بشه. حالی هم پر شده بود اینجا. این ساحه 4-5 کس این روش خالی کردم دیگه. نمی‌فهمم چی میشه تا صبح. صبح بخیر، صبح بخیر بچه. خوب هستین؟ ما بیدار شدیم از شب بسیار یک شب خطرناک بگویم، خراب بگویم. خیلی سخت بود. تا می صبح بعد از 11 بجه شب که باران بارید تا صبح تقریبا تا ساعت 3 بجه 4 بجه می بارید دیگه. اینجا آو میداد. اینجا چیزا مانده بودیم تخم پذیره که آواز رو بگیره دیگه. اینجا ما دیگه هوام یخ شد، خیلی خراب شد بود. بخیر تیر شد. پشت هر تاریکی یک روشنی از حالا صبح. بعد از این ساعت 4-4:30 خوب خوابیدیم تا میال را. تقریبا ساعت 7:30 بجه است. شما با امیده که یک روز خوب را آغاز کرده باشین. هر وقت که ویدیو رو میبینین بخیر. فکر بکنم بیرون آفتاب هم نیست، ابر است دیگه. که آفتاب می بود خوب بود که یک ویدیو خیلی خوبش می آمد. خدا که صبح بودم بخیر دیگه. باز هر چی باشه می ارزه. خیلی یک چیز خوب است. چی میگیش؟ یک صبح خوب آغاز شده. حالا میره براتون بیرون نشان میدم که عشق کنین. عشق گوشم تا صبح درد میکرد. سر شب که درد گرفته بود تا میاله درد میکرد. اصلا خوب نشده. شب هم که ویدیوش دیدین که باران بود، آو بود تا بالا میشه هست. خب بری ویدیو بیرون رو سل کنیم. لیتس گو. دیگه من بخیزم بیرون نشانتان بودم. وای خدا. و یا خدا. صبح بخیر. شب هم زیاد شده، سیل آمده بود. همایان خیالم که هست یا مسابقی کل سختیاش به این مقبولی صبحش میارزه. خیلی صبح خوبی بود. یا هم ناشد پخته دیگه. میریم چیز میاریم، چوب میاریم. من گفتم دیگه نمیشه، حوصله‌اش نبود، ناوردیم. هم تمام بخیر. یک کمپ دیگر در اونجا داریم. نکو اونجا میریم بخیر کمپ میزنیم. اونجا خیلی جای خوب است. موتورسیکل هر چیز میره. ولی شب چطور بود؟ بارانا باران خوبی جود که اصلا لذت برده. از 12 تقریبا 11 بجه که بارید باران تا به خود چیز کم 4. بعد از 4 دیگه که ما تانیستم خوابیدیم. بعد از اصلا پیش از اصلا خواب نمیشد. چشم تپوت میکردی باز باران شروع میشد. چشم تپوت میکردی باز باران شروع میشد. اینجا باز میگی باران ده فرق میام. چکک میگی. اینجا کل چکک میکرد. اینجا چکک داشت. سعی کجا رو ملاوت تیپ زدیم. ولی باز هم خوب بود. بیرون سعی کردی ولی سعی که خوشت دیگه صبحی. یا مصاب به زیبای لوگر نو بار آمده بچه ها که دستوری باشین بخیر دیگه. کم خود از آن اونجا کمک او داریم. چیز بود چرا خلطه شده؟
یک درخت از درخت میبینیم. خیلی باران بارید شو. من میگه چرا جسارتش نیست فقط بگیش نبرده. ولی خیلی باران بوده چکک 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 چکک. ما گفتم کل رسیل برده باشه. مگه فضل خدا دیدیم که گپ نبود. بخیر این حالا ما این میره یک چیز میاره چای صبح. داخل ما شب مردم اونجا خو کده بود. اونجا میریم. اونجا میریم بخیر اونجا نو که اونو اونجا میریم یک دفعه یک کم میکنیم اونجا کتیم. بچه ها ما بسته کردیم بخیر کل را که بریم بخیر طرف خانه. شب باران بود که من که یکان چیزا تر شده بود او تر شده دالا اون کم خوب شد خشک شد دیگه اونو زیرش هم که مینداختیم او هم کمک تر شده بود دیگه بخیر کم کم جمع کردیم و آماده شدیم که بخیر این سفر رو تمام کنیم. این جمع‌کاری های ما گفته هم امروز مزیش نیست فکر ساعت تقریبا 8 است باید قرار وقتر میبرامد باز هر چیز خشکا میشد و میتونستیم بشینیم دیگه بچه ها دلشان تنگ شد هفته و نبود گفتن میریم. اگر این من دلم بود که چای میجه بیاریم چای هم بخوریم فهمایون گفت نمیشه باز خیر دیگه دفعه حتما چای هم که خود میاریم شوک سودا آوردیم چیزاش صبح میاریم میخوریم خلاص دیگه یام بخیر آماده است. خب من این یک بسته کنم انشالله چیز نمونده ما بخیر چیزا رو بسته کردیم دوستا که بریم بخیر طرفی کابل. هوا هم صاف نشد متاسفانه اگر این هوای هفتوی از این خیلی مقبول بود. اگر تا آخر ویدیو را همراه ما بودین تشکر از اینکه ما را تحمل کردین و تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین. حتما لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. لایک و سابسکرایب از این ویدیو را فراموش نکنید تا ما هم حمایت شویم و ویدیوهای بعدی و جاهای بعدی رو به شما نشان بدیم. حتما منتظر کامنت های خوب شما هستم.